سلام، طاهری سفر هستم و با اخباری تازه امروز 26 فوریه در خدمت شما. وکیلان مردمی تاجیک از بیانیه بحث برانگیز ولادیمیر ژیرینوفسکی معاون رئیس پارلمان روسیه به خشم آمدند که گفت تاجیکستان کشور نبود و روسیه آن را ساخته است. تعدادی از وکیلان مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی بیانیه ژیرینوفسکی را به احترامی نسبت به مردم و استقلالیت تاجیکستان و اغوای گروه‌های ملت‌گرای روسیه خواندند. نظر ما این است که باید واکنش جدی باشد و درست کردند مقامات رسمی قزاقستان و قرقیزستان که چون یک واکنش نشان دادن. ولادیمیر ژیرینوفسکی روز 23 فوریه گفت روسیه باید تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان را تابع خود کند، زیرا خودش این کشورها را ساخته است. یک مؤسسه بین المللی امدادی میگوید سالانه در تاجیکستان از میان هر 1000 نفر کودک نوزاد و یا در بطن مادر 23 نفر آنها میمیرند. سازمان نجات کودکان که در شهر لندن قرارگاه دارد روز 26 فوریه درباره مرگ و میر نوزادان در جهان گزارش نشر کرد که نشان می‌دهد با وجود کم شدن مرگ و میر کودکان، تاجیکستان از این نظر در میان کشورهای آسیای مرکزی در مقام اول می‌ایستد. با گفته سازمان همه ساله در جهان 1 میلیون نوزاد در اولین روز عمر خود میمیرند، اگرچه ممکن است مرگ بسیاری از آنها را پیشگیری کرد. کمیته دینی تاجیکستان روز 26 فوریه گفت جهت تهیه لباس یگانه برای زائران تاجیک آزمون اعلان کرده است. برنده آزمون باید برای آنهایی که امسال عزم زیارت مکه و مدینه را دارند شلوار و خلعت، کلاه و سمکه یگانه و یک رنگ آماده کند. آزمون تا روز 7 مارس ادامه میکند و نام شرکت برنده دوزندگی را روز 10 مارس اعلان خواهند کرد. چند سال باز است که زائران تاجیک با لباس یک رنگ به زیارت خانه خدا می روند. مقامات تاجیکستان میگویند که برای مانع شدن بر رشوه‌خواری و راه ندادن به فریب در امتحان قبول به دانشگاه‌ها مرکز ملی تستی را تابع پرزیدنت کردند. مرکز مذکور سال 2008 در وزارت معارف تأسیس شد و همین ماه به اختیار دفتر ریاست جمهوری گذشت. در نزد پرزیدنت کشور بودن مرکز ملی تستی این معنی بالا رفتن مقام مرکز را نشان می‌دهد. در تاجیکستان پیوسته این شکایت را میشنوید که ضمن قبول به دانشگاه‌های عالی دولتی بی‌عدالتی و رشوه‌خواری بسیار دیده می‌شود و جوانان باسواد و سزاوار ولی کم بی‌ذات نمی‌توانند به دانشگاه‌ها راه یابند. مخلصان وفادار دسته روشن کلاب صرف نظر از سردی و تاریکی شب 25 فوریه در یک گوشه این شهر جمع آمده و بازی بی‌برار این دسته با تیم السویق عمان را تماشا کردند. بعضی از آنها بر رادیو آزادی گفتند امیدوار بودند که تلویزیون‌های دولتی بازی تیم دوست داشته‌شان را نمایش می‌دهد، ولی چنین نشد. در اولین رقابت در چارچوب جام کنفدراسیونی آسیا روشن از السویق عمان با حساب 1-3 شکست خورد، ولی هوادارانش امیدوارند که در بازی‌های آینده روشن خوبتر هنرنمایی خواهد کرد. ویدیوی کامل در این باره و اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم از زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.